فاجعه در خانواده اسکندر ملیکی کارمند پیشین حکومت شهر اسفره و همسر و دخترش شام 7 دکبر رخ داده است. نزدیکانش میگویند بعد از خوردن غذای شام احوال اعضای عائله بد شده است و 3 نفر تا آمدن پزشکان جان دادند. سبب رسمی مرگ این افراد هنوز معلوم نیست. بعضی از نزدیکان خانواده تخمین میکنند که احتمال خورش و یا سلدی که استعمال کردند سبب زهرآلود شدن آنها باشد. مادر و 2 فرزند دیگر خانواده در بیمارستان هستند و زیر نظارت پزشکان قرار دارند. یک منبع آگاه از حادثه به رادیو آزادی گفت که جسد اسکندر ملیکی، همسرش معطرخان و دختر 4 سالشان در سردخانه شهر اسفره قرار دارد و سبب مرگ آنها تحقیق کرده می شود. اکثر فرزندان عائله نابالغ بوده، خردترینشان همگی 3 ماهه بوده است. طیب‌الدین محمدوف، سرطبیب بیمارستان مرکزی اسفره، روز 8 دکبر به رادیو آزادی گفت متخصصان از مرکز ولایت سوخت آمده سبب فوت را تحقیق میکنند. او افزود یک فرزند اسکندر ملیکی در شعبه احیا قرار دارد. وضع کودک 3 ماهه و مادر ملیکی خوب است. یک فرزند دیگرشان شب حادثه همراه خانواده نبوده است. اگرچه حالا خلاصه نهایی طبیبان درباره مرگ 3 عضو یک خانواده معلوم نیست، اما در گذشته مورد زهرآلود شوی از کنسروهای خودساخت و مرگ چند عضو یک خانواده مشاهده شده است. بار اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرآلود شوی از کنسروهای خودساخت میفوتند. سال 2022 در ناحیه جبار رسولوف مادر و دختر فوتیدند. سال 2019 در کولاب غذای آلوده یک خواهر و برادر را کشت. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.